يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دروغی به اسم جهاد نکاح. در پی اخبارهای دروغ و اتهامهای واهی به علمای اهل سنت، همچون دکتر محمد العریفی از سوی رسانه‌ها و سایت‌های شیعی در دنیای عرب و فارسی زبان مبنی بر ارائه فتوای جهاد نکاح، دکتر العریفی در مصاحبه با شبکه جهانی کلمه تمامی این فتواهای ناروا در خصوص جهاد نکاح را که به ایشان و دیگر علما نسبت داده شده است را یک تهمت کثیف و یک اهانت و دروغ و شایعه خواند و اشاره نمودند هر کس اندکی علم داشته باشد می‌داند که چنین فتوایی غیر عقلانی و غیر منطقی میباشد. بنا به اطلاع گزارشگران کمیته حقوق بشر شبکه جهانی کلمه، ایشان در بخشی از صحبت‌هایش مصدر این شایعات و تهمت‌ها به علمای اهل سنت را وزارت اطلاعات ایران دانستند. كذلك افتيتم بجهاد النكاح. هذه الفتوى نسب اليكم، اريد تبيينا لهذا الموضوع. نعم، هذا الكلام باطل طبعا، ويبدو لي ان الاستخبارات الايرانيه هي التي نشرته وركبته، وهي كذبه تلحق بغيرها من الكذبات التي ترمى في مزبله التاريخ. هذا الكلام أنا أنكرته من خلال موقعي في الإنترنت، من خلال صفحاتي في الفيسبوك وتويتر، من خلال عدد من القنوات. بيّنت أنه لا يوجد شيء في الإسلام اسمه جهاد نكاح أصلا، وأن هذا نوع من الزنا وهو نوع من الفاحشة، وهو ظهر بكلام كتب ووضع بجانبه صورة ونشر في الإنترنت، والإنسان ينبغي أن يكون عاقلا. وزارت اطلاعات ایران با همکاری وزارت اطلاعات رژیم اسد ماهاست که با یک برنامه ریزی رسانه‌ای قصد دارند شخصیت‌های اهل سنتی که در خدمت مردم و انقلاب سوریه هستند را بدنام نمایند. تهمت جهاد نکاح نیز چند ماهی است که از سوی رسانه‌ها و وبسایت‌های شیعی مذهب در دنیای عرب و فارسی زبان بر سر زبان‌ها انداخته شده است و آن را خوراک تبلیغات رسانه‌ای خود و برخی رسانه‌های سکولار ضد دین نموده است تا شخصیت علما و مجاهدینی که خالصانه در جهت رفع ظلم و ستم از مردم سوریه گام برمی‌دارند تخریب نمایند. از چند ماه پیش سایت‌های افراطی وابسته به وزارت اطلاعات و حوزه‌های علمیه مثل شیعه آنلاین و شیعه نیوز و همچنین تابناک وابسته به محسن رضایی با جعل فتوایی به اسم جهاد نکاح و انتساب آن به علمای اهل سنت همچون دکتر محمد العریفی مدعی شدند که علمای اهل سنت فتوا دادند دخترها به سوریه بروند و خود را در اختیار مجاهدین قرار دهند و چندی بعد این اتهام و دروغ را گسترده تر نمودند و بیان کردند علمای وهابی فتوا دادند مجاهدین در سوریه حتی می توانند با خواهران و مادران و محارم خود نیز ازدواج کنند. این در حالی است که چندی پیش شخصیتی به اسم آیت الله قزوینی از مدرسین حوزه علمیه قم و از گردانندگان شبکه ولایت شیعی که زیر نظر مرجع شیعی آیت الله مکارم شیرازی اداره می شود ادعا نمود گروهی از دختران سیستان و بلوچستان برای جهاد نکاح به سوریه می روند که پس از آن موجب اعتراضهای شدید مردم و امامان جمعه اهل سنت در سراسر کشور ایران نسبت به گفته‌های ایشان گردید. من نمیدونم تا چه اندازه صحت دارد یا ندارد که انشالله این اخبار دروغ باشه که در بعضی از خبرها آمد که بعضی از دختران از ایران از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن. مولانا عبدالحمید نیز مراتب انزجار خودش از این تهمت به دختران بلوچستان ابراز نمودند.
مولانا عبدالحمید در مصاحبه با شبکه‌های ماهواره‌ای این افترا و توهین را به شدت محکوم کرده و خواستار عذرخواهی رسمی آیت الله قزوینی و شبکه ولایت از قوم بلوچ شدند. میدونند که ملت بلوچ به هر حال قوم زنده‌ای هستند در دنیا و با غیرتان و با حیان. اگر جای تشخیص بدن یک جایی که جهادی هست و تکلیف شرعیه، خودشون انجا هر جای دنیا باشه خودشون میرن، مردان میرن و هیچ وقت دختران و زنانشون را نمیبرستن. لحظه این توهین است و ما متقیدیم که باید شبکه ولایت عذرخواهی بکنه از مردم بلوچ به خاطر تهمتی که زده و توهینی که کردن و نباید شبکه ولایت اجازه. مولانا عبدالحمید سخنان قزوینی را در راستای ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه دانسته و همگان را از چنین اقداماتی برحذر داشتند. ایشان در ادامه صحبت‌هایش بیان کردند: اولا باید این نکته را خاطر نشان کرد که در هیچ کدام از کتب و منابع معتبر اهل سنت اصطلاحی با عنوان جهاد نکاح وجود ندارد و تمامی مذاهب اهل سنت فقط بر صحت ازدواج دائم معتقد بوده و غیر آن را حرام و ناجایز می‌دانند. قزوینی در حال این سخنان پوچ و مغرضانه را مطرح کرده است که به گواهی تاریخ و به اذعان افراد منصف و آگاه، زنان بلوچ در حیا و پاک دامنی زبانزد خاص و عام بوده و هستند و غیرت و جوانمردی مردان بلوچ کاملا مغایر با ادعای قزوینی و امثال وی می باشد. آقای قزوینی و دیگر همفکران آنها یا از تاریخ اقوام آگاهی ندارند و یا اینکه با اهداف مغرضانه چنین سخنانی را به زبان می آورند. بدانند اگر اسلام نیاز به جهاد و مبارزه داشته باشد، مردان قوم بلوچ در هر جای دنیا که احساس تکلیف نمایند، به جای اینکه زنان و دختران خود را بفرستند، خودشان وارد میدان خواهند شد و از مرگ هراسی ندارند. کمیته حقوق بشر شبکه جهانی کلمه نیز این تهمت‌های زشت به قوم بلوچ و علمای اهل سنت را محکوم کرده و از نهادهای مدنی داخل و خارج از کشور می‌خواهد مراتب اعتراض خود را نسبت به این تهمت‌های زشت به قوم بلوچ و علمای اهل سنت ابراز دارند.